آش صافی بخارا همچو تنها گوهر است. پیش مهمانان عزیز از هر طعام اعلاتر است. روی دیگی در طبق بینی چون مروارید سفید، بهر دردی دل دوای اهل دردان بهتر است. گوشت خوب و روغن پاک و برنج خوارزم، آشپز استا سلیم باشد زی همه خوبتر است. آب زعفر مرچ گرمدارو میز آفتاب، بوی او کرنه کند گر اشتها کورو کر است. قند چای با هل و دالچین گر پزد مرزا حسین، گر بنوشی راحت جان داروی و درد و سر است. توی آیین بخارای شریف این از قدیم، بین چند الوان طعامان آش صافی سرور است. آش صافی بخارا در دیگر جا رسم نیست. آش صافی بخارا در دیگر جا رسم نیست. پختنش سر مهنت و نازک تر است.